سلام سلام. طرفدارای شکلات بیان که با هم یه کوکی ترکدار درست کنیم. مواد لازمه که میبینید توی تصویر. اندازه‌شون هم براتون مینویسم. پودر کاکائو و پودر قند رو الک میکنیم. پودر قندم الک میکنیم. روغن مایه رو بهشون اضافه کرده و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. تخم مرغ اولی رو با وانیل اضافه میکنیم و 1 دقیقه هم میزنیم. تخم مرغ دومی هم همینطور اضافه میکنیم و 1 دقیقه هم میزنیم. حالا آرد و بیکینگ پودر رو با هم روی موادمون الک میکنیم و با لیسک در حد اینکه آردمون مخلوط مواد بشه مخلوط میکنیم. خمیر کوکیمون رو به مدت نیم ساعت داخل فریزر نگه میداریم تا منسجم بشه. بعد از خمیر گلوله هایی به اندازه گردو برمیداریم، داخل پودر قند میغلطونیم و با فاصله روی سینی میچینیم. فرمون رو از قبل روشن میکنیم که گرم بشه. اینم کوکیامون. وقتی پخت داخل ظرف دربسته نگهداری کنید.